बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिज्र। अक्सरियत बुज़ुर्गान बरआनंद के मुराद अज़ लयाले अश्र दर इन सूरह मुबारक फ़ज्र के अल्लाह ताला बे आन सौगंद याद फरमुदान हमीन 10 शब ज़िलहज्जा हस्तन। अल्लाह ताला बे रोज़ ईद क़ुरबान कसम याद करदास्त व हम बे इन 10 शब व 10 रोज़ के अशरे ज़िलहज्जा याद मीशवान व अय्याम बरगुजारी मरासिम बुज़ुर्ग हज्जन हज अकबर व हज असग़र दुता हज्जन। हज असग़र बिस्तर में उम्र इतलाक़ मीशवाद जो उम्र हज्जीस्त वलाकिन हज कुचकतर است व हज तमत्तु व हज बुज़ुर्ग हज अकबर। ये अय्याम अल्लाह ताला खैले बरकत इनायत करदास्त व इन अय्याम अल्लाह ताला फ़ुर्सत करार दादे बराए रहरवान राह खुदा व बराए कसानी के दर तलाशन बे अल्लाह बेरसान बे सआदत बेरसान बे अजर दारैन बेरसान। इन 10 रोज़ गरचे 10 रोज़ विजय हस्त विजय व ख़ास बराए हुज्जाज के दरीन अय्याम बे हज में रवान व मनासिक व अहकाम हज अंजाम में दहन बराए अनहा विजगी ख़ास दारात वलाकिन अल्लाह ताला अजान जाए कि रहमतश आमे व फज़लश आम हस्त शामिल हाल हमें मुसलमानान दुनिया गर्दानीदा कसानी के ईमान दारान कसानी के एतक़ाद दारान कसानी के खुदा व आखिरत र बावर दारान बराए हम फ़ुर्सत करार दादास इन 10 रोज़ रा 10 शबान व 10 रोज़ान व इनहा अर्जिश दारे व अंगद अर्जिशशुन दर हदीस बाला बयान शुदा است कि अज जिहाद दर राह अल्लाह ताला बाला तरे कशी के मेरे दर राह फरवरदिगार बा इश्ग़ालगरान व मुतजाविज़ान व जनायतकारान जिहाद मी कोने दर राह फरवरदिगार बा मालश व बा जानश सवाब इन अय्याम दर खाने हम अज इन मुजाहिद बाला तरे वो दर फ़कत अमी 10 रोज़ इन सवाब व अज्र इन गद ज़्यादे व इन बेहतरीन अय्यामान के कसाने बेतवानंद रोज़ा बगीरन दर इन अय्याम इंसान हाई के सालिमान मरीज नीस्तंद मुश्किल न दारान रोज़ा बगीरन इन रोज़ा खैले अजर अजीमी दारे व अजर बुज़ुर्ग दारे व इन रोज़ा दर रोज़ा दीगर इन सवाब नहीं इस सवाब दर हमीन अय्याम अल्लाह ताला गाहे अय्याम फज़ीलत मीदे व फ़ुर्सत करार मीदे व गाहे मकाना व गाहे ज़माना व लिहाज़ा इस ज़मान अर्ज़शमंद
این ایام تلاوت قرآن عظیم الشأنان، ایام ذکران، ایام نمازان، ایام صدقات و خیراتان، ایام تکبیرند که از 9 ذی الحجه شروع میشه، یعنی صبح عرفات و ایام تشریق بعد از نماز. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گفته می شود. هم زنان بگن در خانه هایشون که نماز می خوانن بهتری، هم مردان، همه جا گفته بشه خوبه، خصوصا بر اهل شهری که نماز عید دارن بر اونها واجب هست. این ایام فرصتن که ما به مساکین، فقرا، خانواده زندانی، مستمندان، آنهایی که ندارن لباس به اونها بدیم که عیدشون هست، به یتیم ها لباس توزیع بکنیم، به فقرا طعام توزیع بکنیم، روز عید گوشت توزیع بکنیم به کسانی که ندارند خصوصا. و این ایام الله تعالی فضیلت داده و خصوصا قربانی را الله تعالی و نماز عید را فضیلت داده که فضیلت خیلی عظیم و بزرگه که همه ما در یک میدان جمع میشیم و به شکر پروردگار به نماز میپردازیم، به تعریف الله بپردازیم، به تکبیر و دعا میپردازیم و گوسفند قربانی میکنه و این قربانی نزد الله تعالی بسیار ارزش داره. همین الله فرموده لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. پرهیزگاری شما به الله میرسه همین که شما نیت اطاعت خدا را دارید، رضامندی پروردگار را اراده میکنید و دارید، همین به الله میرسه و برای الله این خیلی ارزش داره. گوشت قربانی، پوست و خونش به الله نمیرسه، اینها را خودتون استفاده میکنید، اونی که مایه قابل استفاده، گوشت خودتون میخورید ولی که برای الله ذبح کردید، برای رضامندی الله، دستور الله را، سنت ابراهیم خلیل الله را، سنت محمد رسول الله را اجرا کردید، این برای الله ارزش داره. سنت های پاکان و دوستان الله تعالی را، رهروان راه خدا را، بندگان خاص خدا را اتباع کردید، نزد الله تعالی این بسیار ارزش داره. امسال که مسئله حج عزیزان من با مشکل و موانع مواجه شد، مشکل کرونا و حاجی ها که الان باید در کنار مسجد الحرام بودند و لحظه شماری می کردند برای ادای حج، امسال از سفر غم مانده و این یک مصیبت بسیار بزرگ و یک پریشانی بسیار بزرگ در سطح جهان و عالم، در جهان اسلام ایجاد کرده. مردم از اون لحظاتی که برای حج آمادگی میکنند خود را حاجی میبینند. حاجی کسی که یعنی به حج میرود و لحظه شماری میکنند که ایام حج کی بیاید و سفر کی آغاز میشه، با دوستان کی خداحافظی میکنیم و وقت مانع پیش بیاید. این خیلی سخته،
گرچه معنی عمومی وقت باشه آسان تری از این که معنی خصوصی باشه. این معنی عمومیه. همه جهانیان، همه مسلمانان از حج امسال باز ماندند، ولی واقعا سخت است برای آنانی که کیف حج را کاروان به خانه شو فرستاده و که وسایلشون توی کیف بگذارند و آماده باشند برای حج. سخت است این. امسال عرفات خلوت ہے، امسال منا و مزدلفه خلوت ہے، امسال مطاف و کنار خانه کعبه مسجد الحرام و مسجد النبی خلوت. نکته مهم عزیزان آنجاست که کرونا عمل کرده مایه، ما در اثر عمل کرده خودمان عقب ماندیم از حج. و الا این یک آفت، یک بلای، یک وبای و این فرستاده اللہ تعالی. این همه این دنیای اسباب ہے و بر این اسباب اللہ مدیریت میکنه. اعتقاد مسلمانان همینه که همه چیز برمیگرده به الله، برمیگرده رحمت هم به خدا برمیگرده و آفت هم به الله برمیگرده. ولی آفت سببش ما هستیم، عمل کرده ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك. نیکی همه و خوبی و خیرات و برکات مال ما نیستن. اللہ ناراض شد از قارون که قارون وقت گفتنی مال خدا شما را داده، از این مال برای خرج کن، برای آخرتت ذخیره کن. برای قارون عصبانی شد و غرورش گرفت. قال انما اوتیته علی علم، مالا من از روی علم داده شدم، دانش خود منه. یعنی چرا شما میگید که مالا الله داده؟ امروز قارون کسانی که اعتقاد قارونی دارند در مسلمانان هم فراوان. گفتم بابا این مالا الله به تو داده، فرصته. وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، خدا تو را داده دار آخرت تا طرف کن. اما قال انما اوتیته علی علم. اللہ ناراض شد، سخت ناراض شد که تو بر علمت می نازی، تو بر دانشت می نازی. این مال اللہ به شما داد. اللہ می فرماید خیر، خوبی، صحت و سلامتی، عافیت و مال، هر چه به شما رسیده از خود ننازید بلکه از الله بدونی. ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك. اللہ میگه نفس همه این مریضی ها، بلا ها، آفت ها سببشون نافرمانی های مایه، غفلت مایه، کوتاهی های مایه. لذا استغفار میخواد، توبه میخواد که ما توبه کنیم بر کوتاهی های خودمون و استغفار بکنیم. و سنت انبیاء، این تعلیم کتاب الله ہے، این تعلیم دین ہے. کسانی که این نمی فهمند یعنی دین نمی فهمند، یعنی از قرآن فاصله دارد. قرآن میگه همه چیز دست پروردگار. اگر زلزله، اگر سیلاب،
अगर आफत है, अगर कोरोना है, अगर अल्लाह न कहा जलो मिगिरी इन्हारा मुतवक्किफ मिखना वलेकिन हम बेमंशे परवरदिगार इरादे अल्लाह खास अल्लाह ये हिकमत अल्लाह ये अल्लाह बंदगान मिखा मुतनब्बिह बकोने आगाह बकोने मुतवज्जिह कोने हमारे माँ बायत वाबस्ते अल्लाह बाशीम हम दिल दादे अल्लाह बाशीम हम बे अल्लाह बरगर्दी में इलाज इलाज कोरोना वसायर दर्द व बला रुजू बे अल्लाह है। हमें सुन्नत औलिया अल्लाह वो गर ये करदम बे बारगाह अल्लाह सजद करदन फरवरदिगार रा तजर्रो जारी करदन अल्लाह रा बे इलाज बरखास्तन बे मुदावा बरखास्तन वाह लिहाजा तौबा करता खैरात दादा सदकात दादा पे अल्लाह रुजू करदन अल्लाह आफता बरतरफ कर दे आफत कोरोना बरतरफ मीशे वक्त मानो शमा इन रा अज गुनाह खता कुताई खुद बेदानीम आजमाइशे बरे खुद हम बेदानीम कि अल्लाह सब्र मारा इस्तिकामत मारा मिखाद आजमाइश बकोने वाह तौबा कोनीम किसी के नमाज न खांदे नमाज बखोने किसी के रोज़ा न गिरफ्ते रोज़ा भी गिरे कसाने के गुनाह अजमा गुनाह मी कुनन गीबते तोहमते दरोगे फिस्के कत्ले वाह सरगत और राहजनीस जिना व फसादे व इत्यादे मशरूबात अलकुलिये कुमारे रिबास अज हमारी गुनाह दस बेकसा तौबा कोना दस बुलंद कुलन जुनो अल्लाह तस्लीम बिशा इलाज आने के मन शुबा अमर बिल मारूफ कुनिम बेकाराय खैर मर्दुम आवादार कुनिम आज काराय जेश चलो गिरी बो कुनिम दर खानाए मोन फिजाए नमाज में वजूद भी आवरीम फिजाए तिलावत व ज़िक्र फिजाए बंदगी फिजाए खुदा शनासी फिजाए रुजू इल्लल्लाह दर खानाए मोन बे वजूद भी अरीम तू इशारे मोन तो रोस्ता आए मोन तो उस्तानो केशवारे मोन बेअंदाज़े तवानाई मान तलाश कोनीम एक आफते के बेवफ्ते वया एक लश्करी मिखाद वारद एक शहर में से या सैलाब दारे में आए उन अफराद अव्वल क्यों मी बीनन फरियाद मी जनंद मर्दुम सदा मी कोलन के मर्दुम सैलाब आमद मर्दुम आफत आमद दुश्मन आमद बराए जंग ज़माने कदीम दर अरब वक्ती एक लश्करी मी आमद वहाँ नागमान मिखास वारद बेशे कसाने लिबास आए खुदरा अज तन बिरून भी करदल बरसरी एक असा ये चीजें मी बस्तन बरशाखे ये चीजें व थकान मी दादा दो सदा मी करदन कि हाँ ये मर्दुम दुश्मन बरखीजित के दुश्मन आमद आला नमू शरायते कि हमें माँ बायत तो सदा कुनीम फरियाद बेजनीम व थकान भी दीम हम मिसले लिबास रखे आए मर्दुम कोरोना आफत वायजीन आफत सख्तर नयायात ये आफत इदामा पैदा न कोने अगर 4 साल इदामा पैदा बकुने चिकार मीशे अगर 5-6 माह दिगे इदामा पैदा बकुने चिकार मीशे दानिशगाह रहमत तातील कर दे मदारस तातील कर दे बेइक्तिसाद ज़रबा ज़दे बेसलामती ज़रबा ज़दे हज़ारान नफर फौत कर दे आदमान मुफीद वाह इल्मा ज़दास्त वलिहाज़ा ये खतरनाक है
صدا بزنید مردم و فریاد کنید مردم که مردم توبه، مردم استغفار، مردم صدقه و خیرات، مردم رجوع الله، خصوصا در این ایام که ایام عیدند. دست روی دست نگذارید، فارغ ننشینید، بی تفاوت نباشید که دلهایتون سختر میشه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله میگه وقت جنگ ما آمد، وقت عذاب ما آمد، چرا تضرع نکردن؟ چرا رجوع الله نکردند و فریاد نکردند؟ خوشحالیم که امروز در مراسم ما جناب آقای مهندس موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان با همکارانشون و معاونین محترمشون حضور پیدا کردند و شرکت کردند و خوش آمد عرض میکنیم خدمت این عزیزان. روز عرفه که روز پنجشنبه تقریبا قرار میگیره و اتفاق در عید فطر افتاد که اکثریت جهان اسلام یک روز عید کرد و امسال هم در عید قربان مجدد همه اتفاق میفته و ما امیدواریم که برای همیشه این اتفاقات بیفته که مسلمانان با هم باشن و با هم مراسم بگیرن و یک روز عید کنن. روز عرفات روز پنجشنبه و انشاءالله در روز عرفه روزه بگیرید. روایت صحیح مسلم هست که فرمودن یک سال قبل و من امیدوارم یک سال بعد، یعنی ثواب 2 سال. روزه یک روز ثواب 2 سال داره و بقیه روزها در بعض روایت آمده که هر روز ثواب 1 سال داره. و انشاءالله این عرفات برای ما اینجا عرفات اینجا حج نیست، حج در مکه مکرمه ولی اینجا این روزه که اجر داره. آغاز مراسم اینجا عزیزان دادن 6:30 اگر مراسم آغاز بشه و انشاءالله 7:45 دادن که نماز برگزار میشه. 7:45 چون روز جمعه و ما نماز جمعه را هم برگزار میکنیم، اما تلاش آنه که هم نماز عید مختصر باشه و هم نماز جمعه مختصر باشه. 6:15 دادن که مراسم شروع میشه. 7:45 نماز و روز عید مردم بگید که نماز که میخوانند دیگه خواب گناهه، خواب اصلا جایز نیست بعد از نماز، حتی نماز هم جایز نیست بعد از نماز صبح، دیگه نماز هم درست نیست، مکروهه. و لباس عوض کنید، استحمام بکنید و خود را به مصلی برسونید. تاکید میشه که فاصله گذاری ها مراعات بشه و هم در زودتر که بیایید در داخل ایدگاه جه الحمدلله هست، ایدگاه و اطراف ایدگاه هست و بالاخره خالیه فعلا. شما میتونیم که اونجا برای نماز صف ببندیم از داخل ایدگاه اگر جا نباشه، حاشیه و اطراف، ولی با فاصله گذاری. تجمع نکنید که این مریضی یکی از بزرگترین عامل نشرش تجمعه و لحاظ فاصله. همه عزیزان ماسک بزنید و با ماسک بیایید، با فاصله گذاری بشینید و نمازتون بخونید و برگردید. عید فطر بعض دیر آمدن، نماز ما 8 شروع کردیم، بعض نرسیدن، دیر آمدن توی خیابان ماندن که فاصله ها را نتوانستن رعایت کنن. شما انشاءالله وقت زود میایید دیگه هیچ مشکل گیر نمی کنید
برای رفت و برگشت الحمدلله راه در نظر گرفته شده و شما حالا خودتون وارد شدی و تجمع در دربهای ایاب و ذهاب وردی نکنید. در زیاده درها بزرگان به تدریج خارج بشید، با صبر خارج بشید و هجوم نبرید. بهرحال پروتکل های بهداشتی را ما در همه جا رعایت کنیم و توصیه بزرگان هم همین است که ما با کرونا باید بسازیم، یعنی رعایت کنیم و ماسک بزنیم، فاصله بگذاریم، دستارا بشوییم یا دستکش بزنیم، احتیاط کنیم، کارهای منم انجام بدیم، کارهای دین و دنیا را. دید و بازدید ها همانطور که در عید فطر تعطیل بود و گفتن که نکنید، الان نه مصافحه هست در عیدگاه و نه بعد دید و بازدید. من عزیزان را میشناختم که گفتن که میریم به دیدار والدهمون که هر سال همیشه میرم معمولا. من گفتم که شما نری، دیدار همه ساکته، دیدار پدر نری، دیدار مادر نه، بله یک وقت میرید تنها. حرف من قبول نکردن، رفتن از اون طرف که آمدن مریض شدن. اونجا مریضی بوده توی اون روستا و این مریضی اونها را گرفت. گفت حرف کسی که قبول نکنه همین نتیجه است. و بله تلفنی، تبریک تلفنی، تسلیت تلفنی، الان از تلفن استفاده میشه. بله تبریک و حلالی طلب کردن و این هر همه با تلفن انجام بدید و تذکرات توجه کنید، تذکرات توجه کنید. الله تعالی شما را توفیق عنایت کنه. دعای شفای برای یکی از بزرگان منطقه که گرفتار مریضی هست و الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت